روزی که پلوتو شروع کرد به حرکت و از سمت ایران به سمت افغانستان در حال حرکت شد، دنیا باز توی سکوت فرو رفت. میدونید چی عجیبه؟ این روزا دارن افغانا رو از اروپا، ایران، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، حتی توی کشورهای جهان سوم هم که نمیشناختیمشون دارن خارج میکنن. نگاه ها عوض شده. نه فقط سیاستمدارا، انگار خود فضا، همون آسمون تصمیم گرفته یه حرکتی بزنه. تا چند وقت پیش سکوت بود، به اون صورت سرصدایی نبود، هیچ کس نمیخواست چیزی ببینه، نه گرسنگی، نه جنگ، نه رنج. ولی حالا چی؟ حتی حکومت ها هم انگار یه چیزی رو میدونن، نه لزوما با کلمات، یه آگاهی خاموش، یه هشدار از جنس ستاره ها، پلوتو، ساترن، خورشید. الان ماه روبروی خورشیده، توی خونه پلوتو، زاویه 45 درجه با ساترن. نه کاملا تاریکه، نه کاملا نوره. اما میدونید چی داره اتفاق میفته؟ سایه ساترن داره از روی ایران رد میشه و داره میره سمت شرق‌تر، به سمت افغانستان و شاید هم تا تایوان. جاهایی که زخم هنوز هست، هنوز جوش نخورده، جایی که کارمای گذشته هنوز مصرف نشده. این حرکت هم حدوداً 72 روز طول میکشه. یعنی چی؟ یعنی که الان ما داریم تجربهش میکنیم زمان بیداریه، زمان بازپرداخت، زمان پاکسازی، نه فقط برای یک ملت ها بلکه برای یه منطقه، برای روح خاک، پیشبینی‌های پنهون. توی این مدت ما باید چیکار کنیم؟ یه موج بازگشت و بازبینی اتفاق داره میفته و مخصوصا واسه هویت افغان‌ها، کسایی که رانده شده بودن در تنهایی خودشون رو پیدا کنن و دل همین رنج یک نسل نو برای نسل نو میزنه بیرون، نسلی که نمیخواد دیگه قربانی باشه و با سکوتی عمیق صلح رو فریاد میزنه. و در مورد حال و روز این روزا که مولانا میگه که ای کاروان آهسته رو کارام جانم میرود و آن دل که با خود داشتم با دستان خود میرود. آن کس که او میرفت چون من بی دل و بی پا نبود، من میدویدم در پیش